که مسلمان های صدر اول اسلام از برای خدا در بدن مبارکشان تیر میخوره، یک کسی آمد گفت قربان از پای شما تیر میکشم. یک صحابه استاد گفت الان دردش حضرت علی میداند، اگر میخواین که علی تیر کشیدن را نفهمد لطفا وقتی به نماز استاد شد شما تیر بکشین. در وقتی که حضرت علی صاحب از نماز استاد میشه شما اون وقت تیر بکشین، اون وقت علی تیر کشیدن را نمیدانه. اینجاست که جناب حضرت علی کرم الله وجهه به نماز استاد میشه، وقتی که به نماز استاد میشه تیر میکشن، نماز سلام میده که تیر نیست پرسان میکنه اون تیری که به بدن من بیچاره بود کجا رفت؟ گفتن یا علی وقتی که به حضور خدا استادی تیر ما کشیدیم اما تو خبر نشدی. خب اون وقت مسئله خون کشیدن هنوز گپش اختلافی نبود، هنوز احادیثش زیاد صدر اول اسلام بود که آیا خون حضور میده میکنه یا نمیکنه. او یک گپ صدر اسلامی گپا نبود، پسان مطالی در مذهب ما شما خون حضور مشکنونه گپ عالی است که در حدیث رسول الله علیه السلام ثابت می باشه. حضرت علی کرم الله وجهه وقتی به نماز استاد میشد رنگ زرد میشد. میپرسیدن که یا حضرت علی کرم الله وجهه رنگ مبارک شما زرد شد؟ میگفت آلی به حضور قهار می استم و به خداوند یک تا حساب میتم. جناب مولانا روم رحمت الله علیه میفرماید وقتی که مسلمان به نماز استاد میشود دست خود بلند میکنه. چی معنا؟ یعنی یا الله تسلیم هستم برید، دستا بالا. چی معنا؟ تسلیم هستم پروردگارا برید. باز دست به سینه، به سر زنا به سینه و مردا به زیر ناف میبنده. چی معنا؟ یا الله دست بسته به حضورت با ادب بندی هستم، استاد هستم، مجرم هستم، رو سیاه هستم، گناهگار هستم، خدایا ببخشم. یعنی قیام از چی گرفته شده؟ از قیامت گرفته شده. وقتی که مسلمان در نماز استاد میشه بگوید خدایا اینجا میدان خوش که قیامت است، تو سر ما قهر هستی، ما گناه کردیم، ولی باز پسان در وقت سلام دادن و رحمت الله که بگوید یا الله رحمت تو بسیار زیاد است، مرا غرق دریای رحمت خود میگردانی. مسلمان که در نماز استاد یارتان نرا این مثنوی نقل کرده که قیام از قیامت گرفته شده. بعد این الحمدلله را که میخونه کسایی که معناش میفهمه این راز و نیاز با خداوند است که ما را برای راست هدایت کو، گروه ما را ببخشو، ما را مثل یهودیان و نصاران مگردان. ای تو میگی و میگی بعد چاره نمیابی، سرت خم میکنی. الله اکبر. چی معنا؟ یا الله سرم بریدنی است، یا الله سرم بریدنی است، گناه هم دا بخشودنی است. سبحان ربی العظیم. پروردگار تو بزرگوار هستی. حالا دیگه سر ما میبری یا بالا میکنی؟ گویایی که الله میفرماید بنده هم سرت بلند کن رحیم و مهربان هستم، سرت بلند میگردانی که سرت بریده نشده، سرت بجای شست باید بریده میشد سر من گناهگار هستم طور مثال و شما هم چنان. بعد دوباره این بنده بیچاره خجالت میشه به حضور خداوند که یا الله من گناهگار سرم بریدنی بود نبریدی، پس خدا به سجده میمونی. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی. خدای تو بلند هستی. مدارک شریف صفحات اولش در تفسیر الحمد تفسیر مدارک نقل میکنه حدیث مبارک را. وقتی که بنده میگه سبحان ربی الاعلی ای الله تو بلند هستی، خداوند میگه بنده من تو را بلند میگردانم، تو مرا بلند توصیف کردی لیکن به شرطی که به اخلاص بگویا، به سوز بگویا، به صدق بگویا. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه اون مبارک میفرمایند بهترین حالتی که بنده به خدا نزدیک است در سجده هست. پس در سجده تال میته، در سجده اگر میتونه گریه کنه، اگر نمیتونه بگویه که اوه معالد به کجا رسیدیم، به کی وصل هستم، به کجا راز و نیاز دارم و چشمان خدا به زمین بماله و بینی و پیشانی خدا به سجدگاه به خاک مذلت میمانه و میگه یا الله تو بلند هستی و الله دوباره میگه جل جلاله. گویا که میگه مولانا صاحب روم میفرمایند سرت بلند کو بنده، با سر بلند میکنی با روی سیاه هست، دوباره به سجده شکر میگذاری که یا الله روی من سیاه است لیکن تو مرا میبخشی. پس به سجده همین رکعات خلاص میشه، سلام میته السلام علیک، یعنی شفاعت میخوای از انبیا، از اولیا، از بزرگان در میدان قیامت. جناب پیغمبر گرامی میاد تو را شفاعت میکنه و دعا میکنی. بعد از او خداوند دعای ما را قبول، نماز ما را قبول، سوز ما را قبول، مناجات ما را قبول کنه. اما نماز برادران تیز نخوانیم، نماز آهسته بخونیم. اقلا ما یک فرمول براتون وضع کنم، اقلا یک برادری که میخواد که یک نمازی تیز بخونه ولی صحیح باشه
4 رکعت باید در 6 دقیقه خوانده شود که سوره کوتاه را بخونه، قل هو الله شریف بخونه، قل اعوذ بالفلق شریفه. 4 رکعت در چند دقیقه؟ در 6 دقیقه. ما ساعت گذاشتیم فقط به خاطر شما برادران بزرگوار و به خاطر خود گناهگاریم. ساعت گذاشتیم بعد قید کردیم از الله اکبر شروع تا السلام علیکم و رحمت الله. دعا نه، نیتش نه، تنها از الله اکبر تا السلام علیکم و رحمت الله، بدون که سوره های دراز بخوانیم و بدون که 3 بار زیاد سبحان ربی العظیم اعلی بگوییم. یک نماز میانه بخوانیم چند دقیقه؟ 4 رکعت 6 دقیقه. اگر به 2 دقیقه میخوان نماز نیست، به 3 دقیقه میخوان نماز نیست. خدا نمازهای ناقص ما رو به دربارش قبول بگرداند. ما دیدیم که 1 بجه نماز پیشین خوانده میشه، یک برادر می 2 دقیقه به 1 مانده. شاید کسی برش بگویه که پیشین سنت چه نخوانیم که وقت پوره است، بگویه که من دفتن میخوانم فقط برق وری برتون میخوانم 4 رکعت سنت. میبینی که واقعا در 1 دقیقه 4 رکعت سنت میخوانه. الله توفیق بده مسلمان ها را. تا کی الله مسلمان ها را با خبر بگردانه از شکستگی قلب جناب محمد رسول الله علیه السلام که شبها استاد میشد. شبها حضرت علی صاحب میفرمایند که 2 رکعتی از شب که در نماز به خضوع و خشوع میخوانی بهتر از تمام شب که در عبادت باشه. این قدر نماز ثوابش بلند می باشه. الله ما و شما را نماز واقعی نصیب بگردانه. بلند بگوین که آمین یا رب العالمین. حضرت رسول الله علیه السلام می فرمایند در روایت احمد، امام احمد حنبل صاحب در مسند مبارکشان نقل میکنه، پیغمبر گرامی علیه السلام فرمودند هر کس که نماز درست میخونه، یعنی محافظت در نماز میکنه. محافظت 2 معنی داره، یکی 5 وقت نماز میخونه، یکیش قضا نمیکنه، دیگه آهسته و سنگین و شکسته و خشوع و شکستگی قلبی نماز میخونه. به این پاداش است دخل الجنه، این شخص به جنت داخل. الله شما را به جنت داخل بگرداند. و فی روایت وجبت له الجنت، واجب است برای این نمازخوان واقعی جنت. الله